یک جاهایی با ابعاد متوسط طراحی شده. برای آماده‌سازی مداد به میزان لازم به یک وان تمیز بریزید. سپس به میزان مشخص شده گچ پلیمری دستی اضافه کنید. خود را تا رسیدن به ملات یک دست و همگن به وسیله میکسر هم بزنید. پیش از شروع کار در صورت نیاز میتوان اعوجاج عمودی و افقی دیوار را توسط شمشه‌های کروم برطرف کرد. در صورتی که سطح زیر کار دارای جذب آب خیلی زیاد یا خیلی کم باشد، استفاده از پرایمر ضروری است. پس از آماده سازی ملات، آن را به وسیله ابزار مناسب روی دیوار اجرا کنید. سرعت اجرا در گچکاری با گچ پلیمری دستی تا 3 برابر بالاتر از روش سنتی است. فیلمکاری توانایی انجام گچکاری سطوح تا 100 متر مربع در روز را دارد. گیرچه برای گچ به کاربر این اجازه را می‌دهد بعد از پاشش یک ردیف کامل سر فرصت و با دقت بیشتر و بدون نگرانی از سیب شدن گچ پرداخت بهتری روی دیوار داشته باشد. پس از انجام مرحله پاشش با استفاده از شمشه‌های زوزنقه‌ای شروع به برطرف کردن ناهمواری‌های دیوار می‌کنید. اینجوری اسفنجی را به صورت دایره‌ای روی دیوار می‌کشیم. برای صیقلی کردن سطح دیوار پس از مرطوب کردن آن یک بار دیگر با مایع فلزی سطح را تقویت می‌کنیم. ضایعات ناچیز از وضعیت‌های این روش است.